صدام حسین عبدالمجید تکریتی متولد 1316 و 1385 هجری شمسی که فوت ایشون بوده. در میان سالهای 1358 تا 1382 هجری شمسی رئیس جمهور عراق بود. او یکی از اعضای برجسته حزب بعث عراق به شمار می‌رفت و نقش کلیدی در کودتای 1968 که حکومت طولانی حزب بعث را به دنبال داشت عهده‌دار بود. صدام تحت فرمان ارتشبد احمد حسن البکر دایی‌اش در دورانی که گروه‌های زیادی توانایی براندازی دولت را داشتند، رابط دولت و نیروهای مسلح را تحت کنترل درآورد. اقدامی که